ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونفعنا. آیاتی از ابتدای سوره مبارکه لقمان تلاوت گردید که این سوره از سوره های مکی قرآن مجید هست و این سوره به نام لقمان نامگذاری شده به دلیل اینکه بخشی از مواعظ حضرت لقمان حکیم در این سوره بیان شده، در این سوره روایت شده و نقل شده. الله عزوجل برای من و شما اون مواعظ را، اون پند و اندرزها را، اون نصیحتها را که به فرزند خودش فرمود، اونها را در این سوره برای ما یاد فرموده. به این خاطر این سوره را سوره لقمان میگویند. اون پند و اندرزها انشاءالله در آیات بعدی و در درسهای بعدی خواهد آمد. اما ابتداءً الله تعالی این سوره را معرفی میفرماید تلک آیات الکتاب الحکیم. این آیات کتابی هستند که سراپا حکمت هستند. آیات قرآن مجید واقعاً مملو از حکمت به معنی دانایی، به معنی چیزی که باعث فهم و دانش انسان میشه. یعنی اگر به این آیات توجه بشه، به این آیات، نسبت به این آیات دقت را به کار ببریم، خداوند نسبت به خیلی چیزها به ما فهم و دانش عنایت میفرماید. و این آیات را میفرماید هدی و رحمت للمحسنین. این آیات هدایت هستند، واقعا هدایت هستند. وقتی که انسان از این آیات ایمان خودش را بگیرد، عقیده خودش را انسان انتخاب بکند، عمل به این آیات بکند، چه از نظر اعتقادی چه از نظر عملی، از هر جهت وقتی که انسان به این آیات عمل می کند باعث هدایت برای انسان میشه. بس عزیزان، هدایت در قرآن هست، هدایت در داستان و در افسانه و در قصه نیست. بعضی ها فکر می کنند که هدایت در فلان کتاب هست، در فلان کتاب هست. الان کتاب نام نمیبرم، کتاب هایی که بغیر از تضییع وقت انسان اون کتاب ها کاری نمی کنن، وقت را ضایع می کنن. مثلا کتابی است فقط توش داستان هست، انسان
سرگرم میشه، وقتش میگذرد اما هیچ فایده به انسان نمیرسد. اون کتابی که به انسان بالاترین فایده میرسد، که بالاترین فایده چیه؟ هدایت هست. هدایت یعنی چه؟ یعنی اون راهی که دنیا و آخرت انسان خوب میشه، اون راهی که انسان با انتخاب اون راه در دنیا هم کامیابه، در آخرت هم کامیابه. لذا الله عزوجل آیات قرآن مجید را و آیات سوره مبارک لقمان را بنابر تفسیر بعضی از مفسرین اینها را هدایت می فرمایند. هدى و رحمتا للمحسنین، اینها هم هدایتند و هم رحمت. رحمت یعنی وقتی که به این آیات عمل کنیم، به این آیات پایبند باشیم، به آیات اعتقادی معتقد باشیم، به آیات عملی عمل کنیم، به آیات اخلاقی متخلق به اون اخلاق باشیم. چون در این سوره مبارکه هم اعتقاد هست، هم عمل هست و هم اخلاق هست. بخشی از اخلاقیات را حضرت شیخ الاسلام حفظه الله در خطبه هفته گذشته، در سخنرانی هفته گذشته بیان فرمودند. لذا وقتی که انسان به اینها عمل بکند و به اینها معتقد باشد و به این اخلاق متخلق باشد، این انسان هدایت میشه. و بعد از اینکه هدایت بشه و رحمتا للمحسنین، و این آیات موجب رحمت میشه، یعنی باعث نزول رحمت الله عزوجل. اما از این رحمت چه گروهی استفاده میکند؟ الله میفرماید للمحسنین، برای مخلصین یا برای نیکوکاران. هر کسی که اعتقاد داشته باشد، با اخلاص عمل بکند، رحمت خدا بر او سرازیر میشه. حالا صفات مخلصین را الله بیان میفرماید، صفات محسنین را الله بیان میفرماید. صفات محسنین اینجا 3 صفت بیان شده، 3 تا صفت که بعضی از این صفات مربوط به عمل هستند و بعضی از این صفات مربوط به ایمان و اعتقاد هستند. این صفات چی هستند؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. مخلصین کسانی هستند که نماز را برپا می دارند. برپا داشتن نماز، پایبندی به نماز، مواظبت بر نماز، همیشه نماز را خواندن در سفر و در حضر، در رمضان و غیر رمضان، در عسر و یسر، در خوشی و ناخوشی، همیشه به نماز پایبند بودن، این هست اقامه نماز. و باز اقامه نماز یعنی نماز را با تمام حقوقش و شرایطش ادا کردن. مثلا بهترین صورت نماز، نماز با جماعت است. بهترین صورت نماز، نماز در اول وقت است. پاکی بدن، پاکی مکان، پاکی لباس، پاکی قلب، همه اینها جز اقامه نماز هستند. لذا الله می فرماند مخلصین کسانی هستند که الذین یقیمون الصلاة، نماز را برپا می دارند، و یؤتون الزکات، زکات ادا می کنند. زکات عبادت مالی هست، یعنی وقتی که وقت زکات دادن باشه، ابا نمی کنن، تأویل نمی کنن، توجیه نمی کنن، حیله بازی در نمی آورند، زکات مال خودشون را ادا می کنن. یه مادری سوال می کرد، می گفت که وقت زکات طلاهای من فرا رسیده، اگر من این طلاها را به دختر کوچولویم ببخشم، اون وقت زکات از سر من ساقط میشه. خب شنیده که وقتی که مال از ملکش خارج بشه دیگه زکات نیست. این الله حیله‌ای هست، یعنی میخواهد که زکات نده، بگه اینا از این به بعد مال دخترم هست. پس
کسانی که نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند. اما عزیزان این سوره مکی هست و بسیاری از اهل تفسیر اعتقاد دارند با توجه به اینکه حکم زکات در مدینه منوره نازل شد، اینجا زکات یه معنای دیگه دارد. گرچه بسیاری از علما معتقدند که زکات دستورش در مکه داده شد، زکات مال دستورش در مکه داده شد، اما بعدا در مدینه طیبه تفصیلاتش که از هر 40 تومن 1 تومن، از هر 40 تا 1 چلم و از هر 20 مسقال نیم مسقال، از هر 200 درهم 5 درهم، این حکم بعدا در مدینه تفصیلش آمد. خود زکات در مکه واجب شد، لذا این مفسرین این یؤتون الزکات را به معنی زکات مالی میگیرند. اما برخی از مفسرین معتقد هستند که ایجاد زکات به معنی زکات مال نیست، زکات جان هست. زکات یعنی پاکی مال ما به وسیله پرداختن زکات میشه، اما پاکی جان به وسیله چی میشه؟ عرض به خدمت شما که پاکی جان به وسیله پاک کردن وجود و بدن از شرک است، از آلودگی ها هست. الله تعالی می فرماید قد افلح من تزکا، انسان کامیاب اون هست که خودش را پاک بگرداند. پس پاکی در واقع پاکی چی هست؟ پاکی جان هست. پس بسیاری این تفسیر را میکنن و یؤتون الزکات یعنی خودش را از شرک پاک بکند. به همین دلیلش عبدالله ابن عباس تفسیر از اینشون منقول است که میفرما و یؤتون الزکات ای یقولون لا اله الا الله، کسانی هستند مؤمنین که بلا اله الا الله اعتقاد دارند و خودشون را از هر شرک و آلودگی پاک می‌دارند. و یؤتون الزکات این معناش، و این معنای اعتقادی بیشتر جور در میاد چون بعد از این است و هم بالآخرت هم یوقنون. زکات معناش اینه که به توحید اعتقاد داشتن و هم بالآخرت هم یوقنون، این معناش اینه که به آخرت ایمان داشتن. دو چیز در اصول و در ایمانیات خیلی مهم هستند، توحید، قیامت، هر دو را اینجا ذکر فرموده. و هم بالآخرت هم یوقنون، آنان به آخرت یقین دارند. لذا مؤمن واقعی اونه که هم به توحید و یگانگی خدا ایمان داشته باشد و هم به آخرت ایمان داشته باشد. الله می فرماید اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، این افراد بر هدایت هستند از جانب ربشان و این افراد رستگاری هستند. این صفات را خدا بیان فرمود. کسانی که نماز برپا می‌دارند، زکات ادا می‌کنند، یا اینکه خودشون را از آلودگی شرک پاک می‌کنند و به آخرت یقین دارند، این انسان‌های هدایت یافته و این انسان‌های مفلح و رستگار هستند. اما در ادامه الله عزوجل می فرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. خداوند بعضی از انسانها را مورد مذمت و نکوهش قرار میده. انسانهایی که وقت خودشون را با لهو الحدیث سپری میکنند و لهو الحدیث خریداری میکنند یا انتخاب میکنند. حالا لهو الحدیث را توضیح میدم، ولی مناسبت این آیه و ربط این آیه اینه که ابتدای سوره مبارکه خداوند ما را تشویق فرمود به این که به آیات الهی توجه کنیم. تلک آیات الکتاب الحکیم،
اینجا اون چیزهایی را بیان میفرماید که جلوی انسان را میگیرد و نمیگذارد که انسان به قرآن توجه کند، نمیگذارد که انسان قرآن گوش کند، نمیگذارد که انسان از قرآن موعظه حاصل کند، از قرآن پند بگیرد، راه و خط و مسیر زندگی را از قرآن بگیرد. اونها چی هستند؟ اونها لهو الحدیث هستند. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. بعضی از مردم هستند که خریداری میکنند یا انتخاب میکنند. اشترا به هر دو معنا میاد، هم به معنی خریداری هم به معنی اختیار کردن. خریداری میکنند یا اختیار میکنند لهو الحدیث را، یعنی سخنانی که انسان را غافل میکند، مسائلی که انسان را از قرآن و از خدا غافل میکند، این را خریداری میکند و این را انتخاب میکند، میاد برای مردم بیان میکند لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تاکه مردم را گمراه کند از راه خدا ندانسته، از روی لا علمی. ببین عزیزان، در شأن نزول این آیه اهل تفسیر گفتند که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه قرآن را برای مردم تبلیغ میکرد و روز به روز جوانان متأثر میشدند، قرآن در قلب اونها تأثیر میگذاشت، مردم مکه احساس خطر کردند و گفتند که اگر به این صورت مسئله پیش بره آخر همه میرن مسلمان میشن. لذا بعضی ها به گمان خودشون یک هنری نشان دادن، بعضی ها سعی کردن که جلوی قرآن را بگیرن. یه فردی بود به نام نضر ابن حارث که این فرد دنیا گشته بود، ایران میرفت، ایران اون زمان، روم میرفت و از هر جایی داستانهایی، کتابچههایی، جزوهایی که تو اون داستان و تو اون عرض کنم افسانه بود، اینا را خریداری میکرد و سرگرمی بود. وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم قرآن بیان میکرد، او می آمد به مردم میگفت مردم بیایید، من محمد درباره عاد و ثمود برای شما میگه، من بهتر از اونها برای شما میگم، از رستم و اسفندیار برای شما تعریف میکنم، از داستانها و افسانه‌های پادشاهان قدیمی که مردم اونها را بزرگ کرده بودن و برایشون داستان بافته بودن، بیایید من برای شما اینها را تعریف میکنم. و مردم را سعی میکرد اطراف خودش جمع بکنه. یک تفسیر و یک شأن نزول اینه. و بعضی میگویند که کنیزی داشت که این کنیزش آوازخوان بود، ترانه‌خوان بود و بلا نسبت رقاصه بود. مردم را میگفت بیایید و این کنیزش را میگذاشت که برقصد و آواز بخوند، بیایید اینجا من شما را سرگرم میکنم. لذا بعضی ها نوشتند که تفسیر لهو الحدیث اینه که هر اون عملی، هر اون سخنی، هر اون پندار و کرداری که انسان را از مسیر حق، از راه حق، از دین و رفتن به سمت دین مانع بشه و جلوگیر بشه، اون لهو الحدیث است. لذا نضر ابن حارث این کار را میکرد و باز سعی میکرد که مردم در شرک بمانند. به همین خاطر قرآن میفرماد لیضل عن سبیل الله، تا که مردم را از راه خدا چی بکند؟ گمراه بکند. این لهو الحدیث تفسیرهای بسیار زیادی دارد که شاید تمام صورتها با توجه به اینکه وقت داره تمام میشه امروز تمام نشه، بعضی انشاءالله میمانه برای هفته آینده. اما بعضی دیگر از علما معتقد هستند، تفسیر از ابن عباس رضی الله تعالی عنه منقول است، که لهو الحدیث به موسیقیات میگویند. موسیقی، آلات موسیقی، ترانه، غنا، عرض کنم آوازخوانی، هر اون محفل رقص و دهل و سرور و عرض کنم که ساز و سرنا که مردم را جمع میکنند، مردم را مشغول میکند و مردم را عرض کنم که غافل میکند از نماز،
از یاد خدا، از قرآن کریم، از دینداری، اینها تمام جز لهو الحدیث هستند، جز آلات لهو هستند. لذا هر چیزی که مانع انسان بشه، چه اون داستانی باشد، قصه و افسانه باشد، فیلم و سریالی باشد، خوب توجه بکنید، ما باید بر اساس افسانه هایی که در این زمان مردم اونها را در زمانهای گذشته مردم شبها می نشستند، یکی تعریف میکرد بقیه گوش میکردند. این روزها مردم می نشینن پای تلویزیون و تا نیمه شب اون نشان میده، مردم نگاه میکنند، بعد نماز هم فوت میشه، یاد خدایی هم نخواهد بود، خیلی چیزهای دیگه که انسان اونها را زیر پا میگذارد، بالاخره اتفاق میفته. پس بسیاری میگویند که لهو الحدیث هر اون عمل، هر اون سخن، هر اون گفتار، هر اون داستان، هر اون آواز و ترانه، هر اون فیلم و سریال که انسان را غافل بکند، انسان را فراموش از خدا فراموشش بدارد، که با او وقتی که انسان مشغول هست بیاد خدا نمیشه، با او وقتی که انسان مشغول هست خوابش تنظیمش به هم میخورد، برای نماز بیدار نمیشه، برای عبادت خدای عزوجل کسل میشه، فرصت پیدا نمی کند. هر کسی که این مسائل را انتخاب می کند، اختیار می کند یا خریداری می کند، بعضی گفتند این در لهو الحدیث داخل هست. و من الناس من یشتری لهو الحدیث. و بعضی گفتند هر آن چیزی که انسان را غافل بکند، هر بازی باشد، هر بازی باشد، قماری باشد، چه قمار باشد چه به وسیله سرگرمی باشد، مگر یک سری سرگرمی ها یا بازی هایی که اونها برای انسان مفید باشند، فایده دینی داشته باشد یا فایده دنیوی. که این سری روایاتی هست، من روایت را یادداشت کردم، امروز فرصت نیست، که انسان اگر بعضی از سرگرمی های خاص را، بعضی از بازی های خاص را، بعضی از کنم مشغولیت های خاصی انسان اگر داشته باشد که در حدیث استثناء در حدیث آمده، اینها اشکال ندارند، اینها جز لهو الحدیث نیستند، چون اونها فایدمند هستند، اونها سودمند هستند. لذا کسانی که بغیر از اینها دیگه لهو الحدیث انتخاب میکنند، الله عزوجل در حق اونها میفرماید و من الناس من یشتری. خب اینها کسانی هستند در شأن نزول، که شأن نزول را بیان کردم، در اون مشخص شد که این برنامه ریزی ها، این برنامه های سرگرمی را ایجاد می کردن تا مردم، صحابه، جوانان